آخه برخی معتقدن تو تتلو رو آوردی توی رپ. معتقد نیست، امیر خودش تو تلگرام گفته بود اینو یکی دو بار. آره امیرم اولین بار من توی مهمونی دیدم تو تهران که آهنگ من داشت پخش میشد با اون لهجه شیرینش گفت آقا حسین من خیلی این آهنگتو دوست دارم. بعد دیدم بچه خوش انرژی و خوش قلبیه، بیشتر باش رفیق شدم، بعد با سروش آشناش کردم هیچکس که شدیم یه تیم ستایی. بعد میخواست رپ بخونه که فهمیدیم صداش خیلی بهتره چون صدای خواننده پاپ دیگر رو در می‌آورد عین خودشون. بعد تقلید صدا می‌کرد. آره میرفتیم مثلا بام تهران قدم می‌زدیم یا مثلا اوی می‌خوند و پویا خیلی همه رو خوب در می‌آورد. بعد دیدیم اون توانایی خوندن داره و آرمی بخونم نداشتیم دیگه، گفتیم به جای رپ آرمی بخونی خیلی بهتره که واقعا هم اولین آهنگ اون برو از پیش من بود که تتلو خوند و اولین میوزیک ویدیو رپ فارسی به عنوان رسمی هم همون میوزیک ویدیو بود که